از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. تازه ترین خبرها و تحلیل ها را در این ساعت با من صدف حمیدی در اینجا واشنگتن دی سی و همکارم نوید محمدی در لندن دنبال کنید. سرخط خبرها. مقام‌های استخباراتی کشورهای دیگر هم در آنجا حضور داشتند. رئیس سابق CIA هم آنجا حضور داشت. جزئیات تازه‌ای سفر جنجالی فیض حمید به کابل. سفیر سابق پاکستان میگوید 4 سال پیش رئیس سازمان سیا هم به افغانستان رفته بود. سفر هیئت طالبان به اروپا. منابع میگویند یک هیئت 5 نفری طالبان به اتریش رفته و در مورد نمایندگی‌های سیاسی افغانستان گفتگو کردند. تنش در روابط دهلی با طالبان. یک دیپلمات هندی به اتهام ارتباط با مخالفان از کابل اخراج شد. و سفر نخست وزیر قطر با آمریکا عبدالرحمن آل ثانی با مارکو روبیو در مورد حمله اخیر اسرائیل به دوحه گفتگو می‌کند. آخرین خبرها آغاز می‌کنیم نوید و با این خبر آغاز کنیم که منصور احمد خان سفیر سابق پاکستان در افغانستان 4 سال پس از فروپاشی جمهوریت جزئیات سفر بحث برانگیز فیض حمید رئیس وقت ISI به کابل را افشا کرده است. صدف منصور احمد خان در یک پادکست که تازه نشر شده گفته که در آن زمان علاوه بر رئیس استخبارات پاکستان رئیس سیا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نیز به کابل رفته بود و همچنان گفته که قرار نبود سفر فیض حمید رسانه‌ای شود اما به طور